پوفیوزی که هست معنیش چی میشه؟ میشه سردرگم. خوب شد گفتی، من نوشته بودم فیوز کون. لابد این بارم داشتید راجع به زمین چمن حرف میزدین. آره استاد، داشتیم کنسلش میکردیم، تعدادمون به حد نصاب نرسید. وایسید ببینم چرا تو برگه ستاتون اسم و فامیل یکیه؟ نه استاد کجا یکیه؟ چرا دیگه ستاتون هم اسم و فامیل زدید جواد جوادی. حاجی من فکر کردم اینم سواله. استاد راستش منو تو خونه جواد جوادی صدا میکنم. ریدم تو مغزتون، دیگه اسم و فامیل من رو من تقلب کردین؟ ستاتون هم بلند شید برگه‌تون رو بدید برید بیرون. استاد من که کاری نکردم. تو هم می‌خواستی برگه‌تو بپوشونی. پسر جان از اون موقع تا حالا تو چرا هنوز برگه‌ت خالیه؟ استاد من گفتم از آخر برگه شروع کنم که به سوالا برسم. الان یه نیم ساعته که رو سوال آخر گیر کردم. ببینم رو کدوم گیر کردی؟ این یکی استاد.